سلام دوستان، جمعه شبتون به خیر و شادی. تا حالا دار و دسته دلواپسا و جماعت جام زهریا زور میزنن که مبادا یه وقت جنگ و دعواشون تلویزیونی بشه، اما ظاهرا دیگه کار از این کارا گذشته. سخنرانی شیخ پری تو تیوی ریش یه فضاحت عظما به بار آورد. و قل جاء الحق. آقای رئیس جمهور یک لحظه. دوست گل من، کار شما بی‌ادبانه است. حرفتون حق هم باشه کارتون بی‌ادبانه است. رئیس جمهور مملکت در حال سخنرانیه و کار شما زشته حتی اگه حق باشه. تشریف بیارید پایین، من میکروفون میدم بهتون. تشریف بیارید پایین، تشریف بیارید پایین. دوست گل من، تشریف بیارید پایین، راهنماییشون کنید پایین. ما آمدیم که حرف گوش کنیم، نه اینکه فریاد بزنیم. حرف حق بی‌ادبانه مطرح بشه حق نیست. آقای دکتر بفرمایید. اون یارو مجری بادمجون درقابچین خودشو به در و دیوار میکوبه تا با دوست گل من و قربونت برم و تشریف بیار و این حرفا قضیه رو ماسمالی کنه و یه بتونه اعتدالی بمال رو درز و دوزای نظام. اما رنگ رخسار خبر میدهد از سر درون، یعنی رنگ زرد درون شیخ پری از قیافش زده بیرون. بابا وقتی طلسم علی گدا بشکنه دیگه اینجور خیتی بالا آوردن ها، اونم تو سخنرانی شیخ پری که دیگه مینیمومه. سخن ما سخن حسن است و حسن است و راه ما راه حسن و حسن هست و ما اوهو بگی منو. دنب کوسه رو نگاه، هنوز هیچی نشده مستقل شده واسه ما. میگه راه ما راه شیخ حسن است. نه بابا جون، راه تو تابلوتر از این حرف هست. راه اکبر کوسه است. ما در مسیر و راهی را که برگزیده ایم و انتخاب کرده ایم، چه در سیاست خارجی، چه در سیاست داخلی و چه در مسائل فرهنگی، راه را ادامه خواهیم داد. ما مگر چه گفته ایم که برخی برآشفتند؟ ما گفتیم فرهنگ از آن مردم است. و مردم باید برای تعالی فرهنگ خود قدم بردارند. فرهنگ یعنی آنچه که ما با او زندگی می‌کنیم و زندگی خواهیم کرد. مگر بناست کسی فرهنگ را در کپسولی کند و در نسخه‌ای بنویسد و از داروخانه‌ای باید اون کپسول را خریداری کنیم؟ اون مسیری که دارید توش خرقلط میزنید مسیر انتخابی و برگزیدنی نبود شیخ پری. تحریما به این روزتون انداخت، زهر اتمی کم بود، حالا میخوای کپسول زهر نشان فرهنگی رو هم به خورد سیدلی بدی. فردا دوباره آیت الله تمساح و خرچنگ و اینا میان سر وقت تا. گویی عده‌ای هنوز در دوران حجر می اندیشند و فکر این دولت ما همه میدانیم و این دولت بر این راه مصمم است. حالا اگر کسی خوشش میاد یا بدش میاد، این دولت معتقد است
کشور از آن مردم است و همه کار مردم باید انجام بدهند. بابا شیخ بری اینقدر تو نرو، یهو موتور میسوزونی ها. ضمناً اگه اون عده‌ای که میگی هنوز در دوران حجر میاندیشن، پس امامت در کجا میاندیشی؟ لابد جزو تکسلولیای ته اقیانوس بود ها؟ بعد از کی تا حالا تو نظام ولایت مطلقه فقیه کشور از آن مردم شده؟ به پا یهو سردید نکنه حسن چاخان. من دچار حیرتم که برخی چطور با تئوری های غلطشان بذر خشونت را در افکار میپاشند و چرا کاری میکنند که وحدت و اتحاد و برادری در این کشور جای خود را به شکاف و نفاق و درویی و اختلاف بدهد. از اختلاف چه سودی اونها بردند؟ از نفاق چه سودی اونها بردند؟ چرا میخواهند راه گذشته را برگردند؟ راه گذشته بازگشتنی نیست. از حق نگذرین، این یکی رو راست گفت. راه مفخوری گذشته دیگه برگشتنی نیست. حالا تو و کوسه و سیدعلی با باقی اراذل و اوباش نظامتون افتادی تو راه زهرخوری که اگر همینجوری راست شکمتون رو بگیرید برید، تخت گاز میری تو زباله‌دونی. میخوام بگم شیخ بری در مجموع با این سخنرانی یه تصویر جمع جوری از تیکه پاره شدن نظام تو این اوضاع و احوال دادی دست کی؟ دست موشکاف. همینو بس.